الو. بفرمایید. سلام، من دکتر نیما افشار هستم. واقعا بحث شرایطی آقای دکتر. خواهش میکنم. آقای دکتر خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم. لازم تبریک میگم. تبریک برای چی؟ شنیدم قراره برنامه تلویزیونی بسازید. شما از کجا میدونید؟ خبرهای مربوط به آدمای معروف خیلی زود میپیچه. فقط خواهش میکنم ما رادیویی رو فراموش نکنیم. خواهش میکنم. رادیو خونه اول منه. تو که گفتی خونه دومم. بله، عرض میکردم خدمتتون که رادیو همیشه خونه اول من بوده. یه مزاحمتی داشتم، میخواستم بپرسم که میشه لطف کنید، یعنی من میتونم با جناب آقای کریمی تهیه کنندمون صحبت کنم؟ این چه حرفی میزنید؟ میخوایم وصلشون کنم با مدیر؟ واقعا امکانش هست؟ چرا که نه. اصلا میخوایم وصلشون کنم به معاونت صدا. این واقعا باعث افتخار. خانم